به نام آفریدگار درخت موز که باعث افزایش جمعیت شد، مشکمبر هستم. با یه مسابقه کشتی خفن دیگه اومدم پیشتون. کشتیگیر بولاوی و ژاپن. ببینیم چی کار میکنه این کشتیگیر توسو تاباک ژاپنی. زیر رو نشون میده اما نمیره واسه زیر. حالا پیش میندازه دست زیر کتف. ببینیم چی کار میکنه. میره بر فند کمر اما خاک میشه. بله کشتیگیر بولاوی خاکش میکنه. کشتیگیر ژاپنی ها این بازیکن که پشتش به تصویر، البته هر دو پشتشون به تصویر دو بنده آبی رنگ میره. حالا کشتیگیر بولاوی میره برای بارانداز اما دیره دیگه. داور میگه دیره دیگه، بیاید بالا بیاید. حالا سرشاخ میشن. ببینیم چه عکس العملی نشون میده. کشتیگیر ژاپنی سرشاخ میشن، فقط پخ میکنه اما این یکشون میره که بگیره. بله یه خمو در اختیار داره. کشتیگیر بولاوی چه زجه‌ای میزنه و میره برای دفاع. میره که ستونشو خراب کنه. میبینید که پا رو در اختیار داره کشتیگیر ژاپنی. دو بندی آبی اما داور دیگه باید سرپا بده. بله داور سرپا میده. به میگه بیاید بالا. اینجوری نمیشه. اینجوری هم نشد. یه راه دیگه. راه های رسیدن به خدا زیاده. میره برای داخم. حالا کمرشو کمرگیری. ببینیم کشتیگیر بولاوی میره برای سر گردن میگیره، در اختیار خودش میکنه اما انگار نه انگار یه خیمه سنگین میزنه و پشت به تصویر سرپا میده داور. مربی داد میزنه میگه تو هم زیر بگیر. خب تو مگه بلد نیستی؟ اون همه بهت گفتم. چه چست و چابا که کشتیگیر ژاپنی دست میندازه زیر کتف. حالا خیمه زده رو حریف اما حریف دستاشو ول نمیکنه. ویله میخوام خاکت کنم اما اجازه کارو بهش نمیده. داور سرپا میده. بازم همینجوری باشه تا صبح. هی این میره اونم هی خیمه میزنه. بانوان کشتیگیر لطفا ما رو سابسکرایب کنید. از همینجا درود میفرستیم به همه کشتیگیران وطنمون ایران. حالا پیش میندازه کشتیگیره مولداوی. میره برای زیر گرفتن مچ از پا. ببینیم چی کار میکنه. تبدیل به یه خم اما اجازه کار بهش نداده کشتیگیر ژاپنی. یه خمشو هنوز در اختیار داره. دو بنده قرمز یه دونه. ببینیم فتح میگیره یا نه. و حالا خاک میکنه. مربی برش دست میزنه. میبره کلا. بالاخره شد. میره برای بارانداز اما اینجوری نیست که. بارانداز اینجوری نیست. بالاخره از یه جایی باید بدیم. فیتیلو بارانداز قاطی کرده بود اما اینجوری نمیشه فیتیل بارانداز زد. داور سرپا میده. ماهاشون درست میکنن. بالاخره باید درست کنم. ماه بلنده. کشتیگیر بانوان. حالا کشتیگیر ژاپنی دو بنده آبی هنوز پخ میکنه. زیر خیلی پخ میکنه. نگاه پخ. اما زیر نمیره. قدرت بدنی بالایی هم داره کشتیگیر دو بنده قرمز. میره حالا برای زیر گرفتن یه خیمه سنگین از دو بنده آبی. دست میخواست حسیر مالم بهش بزنه اما اجازه کارو نمیدن به هم دیگه. تکنیک بالایی هم برخوردارن. حالا میدن برای استراحت کنید. خوب استراحت کنید. لطفا ما رو لایک کنید همینجوری که این استراحت میکنن. سابسکرایب کنید. اگه خوشتون اومد همین الان ویدیو رو بفرستید برای همه کشتی دوستانه و ورزش دوستان وطنمون ایران عزیز، چون شاید بتونن فنای خوبی یاد بگیرن، بتونن چیزای اضافه بشه به دانسته هاشون. حالا وقت استراحت 30 ثانیه استراحت تموم میشه. کشتیگیر بولاوی تیم فوتبالشون 8 از پرتغال خورد. ماشاءالله. اما تو کشتی مثل این که خوب ظاهر شدن. میره برای کمرگیری. دو خم. ببینیم
دوبندی آبی میتونه به پان تبدیلش کنه یا نه؟ داور نشسته همینجوری فقط حرف میزنه. چی داری بگی واسه گفتن؟ بیا وسط، ما حرفامون رو تو شک میزنیم. بلند میکنه کشتیگیر بولوی ها، ببینیم میتونه میره برای سالتو، اما نه ببینیم خاکش میکنه یا نه. حالا ستون میکنه خودشو کشتیگیر مولوی و از خط خارج میشه. 2 امتیاز. کشتیو 4-2 میکنه. دوبندی آبی مولداوی منم نمیدونستم کجاست، واقعیتش یک کشور خیلی کوچیک تو اروپاست. حالا از دور میره برای زیر گرفتن، خیلی فاصله داشت. کشتیگیر ژاپنی یه خیمه سنگین از دوبنده قرمز، سرش اون به تشکه میماله، اون اذیت میشه اونجا، اینجوری گوش میشکنه، نه با مش زدن. حالا یه خم نه، فقط به هم دیگه میپیچن و پیش میندازن هم دیگه را، پیش میندازه. حالا کشتیگیر ژاپنی میخواد این 2 امتیاز و اگه 2 امتیاز بگیره بازی مساوی میشه، اما کشتیگیر ژاپنی برنده است. حالا هم دیگه رو میپیچن به هم دیگه، اما کشتیگیر بولوی خاک شد یه لحظه، ولی دوبنده آبی نتونست پشتش بره که پوان بگیره، فقط تو هم دیگه گره خوردن. حالا داور کشتی سرپا میده، بس دیگه، مسکر بازی عاقبت نداره. پاشو پا میشه. حالا ماشم سیفت میکنه، ببینیم چی کار میکنن. 1 دقیقه و نیم باقی مونده از زمان کشتی رو. حالا دستیر کتف میزنه کشتیگیر ژاپنی، مرسی، میره برای نه، نمیتونه کشتیگیر ژاپنی بزنه فنی که میخواد و حالا کف پا خطا نباید بگیره، خیمه میزن و همین. اگر از جلوتر بتونه که اقدام به زیر گرفتن کنه بهتر میتونه که به امتیاز نه از اونجا 3 متر فاصله داره. کجا میری آخه؟ کشتیگیر ژاپنی شلنگ تخته میندازه دیگه. خوشم نیمد، فکر میکردم چست و چاباکی، ولی از اون فاصله زیر نمیشه گرفت آخه. رستم دستانم این کارو نمیکرد بنده خدا. ببینیم حالا کشتیگیر مولداوی میره که خاک بشه. بله، ستونش هم که گرفته. کشتیگیر دوبندی آبی ببینیم میتونه خاکش کنه، چه قدرت بدنی داره. حالا اینجا ببینیم میره پشتش برای پایین گرفتن، نه هنوز هیچی. اینجا ببینیم میتونه، اما بله 2 امتیاز میگیره از حریف خودش، اما توی رفت و برگشتی که عجیب غریب بود. حالا کشتی 8-4 میشه دیگه. 13 ثانیه باقی مونده، ببینیم میتونه کاری کنه. میره فقط برای 2 خم، اما ببینیم خاک میکنه. بله، میره برای کنده کشی دیگه. پاتا بده اینجوری نمیشه و وقت تموم میشه. 6-8 کشتیگیر مولداوی برنده میشه. مرسی که تا اینجا همراه ما بودید. لطفا ما را لایک کنید، سابسکرایب کنید، اگه خوشتون اومد برای دوستاتون بفرستید. کانال مشکنبر، دوستتون داریم. حالا میاد که کشتیگیر